همین میدان شماست. خب باشه بگویید. شما را انتقاد نمیکنیم، چون اگر شما را انتقاد کردیم پیشتر گفتید که ما را انتقاد کرده جوابهای سخت منتظر باشه، دیگر کوشش بکنید که شما را انتقاد نکنیم چون جوابهای شما سخت‌تر میشه. من گپ باشد من آماده هستم که سرم رو خم کرده گوش کنم. فقط بعد از اون که نوبت من میباید شما هم باید با گوش کردن آماده باشید. در رابطه با همون صحبتی که امام علی رحمان در شده شوی اون مکتب کردن، اگرچه هر جمله اون میتوند که ساعت‌ها یا اینکه ماها این رسانه‌های مخالفین منقدا را گرم نگه بدارد، بخصوص همون کلمه ویش که سالها در سرخط رسانه‌ها هست، رسانه‌ها را گرم نگه می‌دارد. چند جمله شما اینجا نوشته کردم، اگر فرصت شد همون قدرش که امکان شد و اگر هر وقت احساس کرده که صحبت‌های ما خسته کننده است و میتونه قطع کنید و خداحافظی کنید. یک جمله که امام علی رحمان گفتند اشاره به اون طلبه و دانشجویی که اون مکتب بود، گفت شما بخونید در همینجا جای کار شرایط خوب، معاش خوب براتون مهیا است و با همون لحن خودش که میای کار خودت انتخاب میکنی و عکبی اینجا روی کنیم اونجا روی کنیم با همین لحنا، یعنی وعده داده است با اون دانشجو که تا اگر خوب خوندی در همینجا جای کار با معاش خوب تامین است، در حالی که ده ها دانشگاه هزارها دانشجو سالانه ختم میکنن دانشگاه ها را، ولی شما کسی را پیدا نمیکنید که با معاش فقط با معاش بتونه در تاجیکستان زندگی کنه. در تاجیکستان بدون رشوه، بدون دزدی یا بدون یگان تجارت های دیگر اگر مشغول نشدی، یعنی فقط با معاش زندگی کردن هیچ امکان ندارد. حالا خدا رحمت کند بابا مانا یک قصه میکردن از کدام دوستشون، میگفتن در اگر کسی را میخواسته است که دعای بد کند، دعای بدش همین بوده است که خدا روزت بر روز اویلیک بماند. یعنی در تاجیکستان واقعا روزت بر روز معاش ماندن این واقعا یک مصیبت است، در حالی که مردم نمیتونن که با معاش زندگی کنن و این رئیس جمهور میاد و مردمش با اون دانشجوها وعده کار و وعده معاش خوب میکنند. در همین سال 2024 وزارت معارف گفت که 2600 نفر معلمان در مکتب ها نمیرسند و از این 2000 تقریبا 170 نفر گفت طلبه ها دانشجوهای مکتب های بالایی را ما روان کردیم در مکتب ها تا اینکه درس بتین، یعنی مجبورشون کردیم که در مکتب ها رفته درس بتین به جای معلم ها، در حالی که 13000 هر سال همین سال گذشته 13000 دانشجو کورس های دانشگاه ها را ختم کردن با اختصاصی آموزگاری، یعنی 13000 معلم تیار شد. این 13000 و 14000 هر سال تیار میشه، اینا کجا میروند که نمیرسد در مکتب ها؟ با گفتی اون معاون وزیر معارف که مرگ است و اینا میبخشید نخود، همین هر سال 13000 معلم بمیرن. واقعا این مشکل در این نیست، مشکل در اون است که همون جناب طلبکوف چنان داشت نامی آریان محور بود، آریان مهر بود، او گفت که واقعا شرمنده هستیم که در 30 سال استقلالیت نتونستیم که کشورمون با مکتب‌هاشو با معلم‌ها با شرایط خوب تامین کنیم. واقعا شرمنده هستن که اینا نمیتونند شرایط خوبه. ولی اگر آشکارتر این سخن طلبک و شرح رسانه‌ای تر کرده بکنیم، گویا در 32 سال استقلالیت واقعا نتونست امام علی رحمان سطح معلم‌ها و معارف در یک سطح خوب نگه بدارد. در با معلم‌ها میگه معاون وزیر معارف که با معلم‌ها ما قرض‌های دراز مدت پیشنهاد کرده، اون میبخشید با او 1000 سومان و 1500 سومان اون قرض دراز مدت از کجا بیارد بتید؟ یا اینکه میگه زمین‌های نزدی حولگی براشون پیشنهاد کرده، اون معلم بیچاره همون یک وقتا زمینی پرزیدنتی میدادن، طلبه ها را میگرفتن به گندم دروی و به زمین پابلکنی معلم ها میرفتن.
یک سالهای هم 2013 یا 14 بود، با بعضی دوستان یک صحبت خودمانی داشتیم. یک نماینده حکومت ناحیه بود و خیلی انسان خوب، انسان دانا و هوشیار هم بود و یک نفر دیرکتور مکتبم با هم میشتیم صحبت داشتیم. بعد اون نفر نماینده حکومت گفت که اگر ما پرزیدنت شوم، گفت همین 3 ماه تعطیل تابستانه را به زمستان میکشونم. بعد گفتیم که چرا؟ از او دیرکتور سوال کرد که چند طلبه در مکتب میخوند؟ یادم نیست، گفت 1200 نفر تقریبا. بعد گفت اگر ما تعطیل تابستانه را به زمستان بگذرونیم، 1200 کرتکه زمستانه اکنوم میشود، 1200 پای افضل زمستانه اکنوم میشد. اون کودکا پدر و مادر کشتالش نمیگیرن که مادر نو بخیر، همون کرونای سال گذشته شون قتی زمستانه سپری میکنن. بعد اشاره کرد به همین دیرکتور، گفت که این مردک گفت شب بعد کمرا را دزدیده در پشت ماشینش خانهش نمیبرن. واقعا این یک قطره از بحر مصیبتی این ملت هایی که واقعا گرفتار است در این گونه حالات، در این گونه مشکلات و مصیبت. باز اومده از جای کاری خوب و از شرایطی یعنی معاش خوب صحبت کردنی رئیس جمهور به جز یک حماقت چیزی دیگر نیست. یک جمله دیگری که مثلا در اون صحبت امام علی رحمان بود، حالا که چند تاش نوشتم، هر قدرش که امکان شد میگم، باقی بعد هر وقت خسته شدیم ممکنه ما را صحبت کرد. گفت که در همه کشورها خشکسالی آمده است، به خصوص در اروپا دریاها خشکسالی شدند، دریاها خشک شدند. و بعد همون حرف همیشگیش که در همه جا میگه، گفت ذخیره زمستانه کنید. این پرزیدنت ما اون قدر غم مردم میخورد که در با نماینده‌های حکومت هم صحبت کند، دیگر حرف ذخیره 2 ساله میکند. با استودنت هم صحبت کند، اگر حرف از ذخیره 2 ساله میگه. خلاصه در اینجا هم یک اشاره کرد که ما باید ذخیره 2 ساله کنیم. بحرهای اروپا، دریاهای اروپا خشک شده است. کشاورزان ما و شما در همین اروپا قرار داریم. در این کشور اگر حالا خشکسالی میآید، برفی زیاد میبارد، زمستان قحطتون میشه یا دریاها خشک میشه، چیزی میشه نمیشه، رهبران این کشور نمیان به مردمش بگن که ذخیره 2 ساله کن. او ذخیره را 2 ساله میکند، 10 ساله میکند. وظیفه دولت است، وظیفه حکومت است که مردم شد در زمستان، در ماه ینور و فوریه زمستان با سبزوات و میوه‌جات ماه می و ماه تابستان و یعنی تیر ماه تامین کند. او فرق ندارد ذخیره میکند و دولت چیکار میکند، وظیفه دار است که تامین کند باید مردم شد. و مخصوص اداره همین خیل تاجیکستان مخصوص یک نهاد دارد برای ذخیره. باز تاجیک مطلوبات داریم. همین تاجیک مطلوبات وظیفه‌اش همین است که یعنی همین بازار تاجیکستان بازاری یعنی طلبات مال‌های طلبات هر روزه را یعنی بالانس داده ایستد، یعنی نگذارد که نرخ‌ها قیمت شوند، نرخ‌ها برآمده روند. برای این باید انبارهای تاجیک مطلوبات پوری محصولات، پوری سبزوات باشد، پوری غله باشد، پوری آرد باشد، پوری برنج باشد، پوری روغن باشد که هر وقت که کمبودی شد یا که از خارج وارد شدن در مدت 15 روز از 20 روز از 1 ماه است، وقتی که از خارج داخل شدن به مشکلی ها دچار می شود، تاجیک مطلوبات در حال از خودش درک میدهد، بازارها رو پر میکند و ذخیره ها رو باز میکنند به همون روزی مبادا. در ما چی؟ در ما مردم باید در آشیانه 12ام 13ام باید تپک ذخیره کنند. در همین اروپا کشاورزان شما همینجا قرار داریم، ما تمام قشرهای جامعه شرایط دسترسی به یخچال‌ها و یعنی چیزای خنک‌کنی دارد و لیمیتی برق هم نیست، در همه وقت میتونه که ذخیره کنه. ولی شما کسی را پیدا نمیکنید که حتی 1 هفته نه ذخیره کنه، چون میدوند که وظیفه دولت است، وظیفه حکومت است که اونا هر کاری میکنه تامین کنه با اون معاش خوبه که خودش از دولت میگیرد. او وظیفه‌اش از میره کار میکنه،
حتی یک روزش بعضا ذخیره نمیکنن، میرون تازه میخرن میارن. وقتی که این شرایط ندارد، از عهده اداره حکومتداری نمیبراید حکومت تاجیکستان امام علی رحمان و از صبر و شکرگزاری مردم ما سوء استفاده میکنند. بعد مردم ها میگن که توصیه میکنند شما ذخیره 2 ساله کنید، اونم چی ذخیره کنید؟ جواری مکه و لوبیا. خب فکر کنم پر حرفی نشود، یک چند جمله دیگه هم نوشتگی بودم اینجا یادداشت کردم، ولی جوی که روزی نیستم من در حال شما رو میبرم گپم میگم. یک نکته دیگری که اشاره کردن امام علی رحمان، حالا اینجا یادداشت کردم، و کدام راهبری کدام کشوری ابرقدرت گویا صحبتی کدام کشوری ابرقدرت راهبرش گوش میکند. حالا اون کشور نام ندارد، چون اگر نامش بگیرد شاید که این ابرقدرت‌های حاجی‌های خارجیش در این طرف اون طرف ناراحت میشن که قبلهشون ایول کرد گفته و خلاصه به هر دلیل نام نمیگیرد و صحبتی اون گوش میکند و اون رهبر کشور از مردمش سوال میکند که سبب پیشرفت ما در چی است، سبب ترقی کردن ما در چی است، و کسی هم نمیتونه جواب داده. با همین حرف میگه که کسی هم نتونست جواب داده، بعد خودش جواب داد. مثل که حالا در تاجیکستان میگن آفتاب چگونه آفتاب میبرد با تشبث امام علی رحمان، باران چگونه میبارد با تشبث امام علی رحمان، هر کار با تشبث او کی میشه. فکر میکرد این کشورهای ابرقدرت هم همه پیشرویاشون با تشبث همون رهبراشون است و خلاصه جواب داده نتونسته است. بعد اون رهبر ابرقدرت خودش جواب داده است که سبب پیشرفت ما، ترقی کردن ما در از 11 ساله تحصیل 11 ساله گذشتن به تحصیل 12 ساله است و میگه وقتی اون رسیده است که ما اکنون به تحصیل 14 ساله بگذاریم. امام علی رحمان میگه که حالا ما نه در 11 ساله تحصیل 11 ساله قرار داریم و اکنون وقتی اون رسیده است که ما به تحصیل 12 ساله بریم. با این شرایطی بدی که در معارف هست، با این شرایطی نارسایی معلم، نارسایی معاش، این حالتی که در تاجیکستان است، با این درس شکل درسیه که در مکتب‌های تاجیکستان است، حالا 12 ساله نه، اگر 24 ساله هم کنه، اما این غلام ابن غلام باقی میمونه. شما دیگه هیچ تغییراتی نمیشه، فقط به جز همون دزدی و غارتگری. حالا محمد ظریف یک نفر میخوان یعنی صحبت کنن، شاید به این صحبت ما یکم واکنش دارن. اول حرفشان رو گوش کنیم با صحبت دوام میتیم. باشه. سنگتوده گپ زنید. اکشاکوات سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. خوب باشید؟ سلامتیت خوبان؟ اکا ظریف خوب هستید شما؟ تشکر، بفرمایید. موضوع در آزاد است؟ بله آزاد است. موضوع شماست. اکی جا سر کنیم که را تنقید کنیم. چی گفتن میخواید گپ زنید؟ باز یک خیلی پیشروی خوب شید. دیروز در روز استقلالیت تماشا کردم در خوجند. سادات رحمانوف مردم خوجند در آسمان برآوردن، در آسمان نشانش میتین. حالا وای درون های صورت رحمانوف نشون دادگی ان شاء الله به دیگر کارها خدمت میکنن، پروا نکنید ان شاء الله. و در 33 سال استقلالیت همین مردی کوهن رحمانوف نو یک خطاگی خچب قبول کرد که گفت باید کودکا سرگردان نشوند، پیشوازی من نبرویند، پیشوازی دیگر نفر رو نبرویند. همین را قبول کرد. در 33 سال حیات یک گپ قبول کرد. نه دوستم، این دویم همین خیلی یک کودک میگه برای چی گریه میکنی؟ میگه خونه خوردم. یک کودک میرود بغل میکند، میپرسد برای چی گریه میکنی؟ میگه خونه خوردم. آخه بدبخت تو همین صنف یکم است یا صنف دوم است نمیدونم، یا صنف همین تو مکتبی است، میگه خونه خوردم. یک کودک رو بردن در همین خوجند. وقتی آمده بود همینجا یک باغ در مابینش یک چیزی کرده بودن اونها. وقتی که شدن آمده بود در همون گشتی شهر قیرقوم حاضر نامش چی بود؟ حاضر نامش گلستان شده است. گلستان شده است، بستان شده است، یادم نیست. در همون گشت از
از سمغور کسی سوخت است همین خیلی یک شهرک سمغور گرفته آورده ایستادن با ماشین کسی سوختگی است همین خونش سوخت است کیم شده است خودش سوختگی زنک سوختگی است کودکش سوختگی است گفته ایستادن که بیا همین اجازه بیته همین سکوری پوموش رود همین به بیمارخانه برده رسوند اجازه ندادن کودکش مرد در همونجا. اگه شوکت پس دیروز تو این برای پیش هم برای پیشوازش کرده که بدان این کار رو. دیروز یک نوار دیگر تا نگاه کردم خواندم یک اخبار دیگر ای بک صبوره 142 میلیون سومونیش حکومت عفو کرد. اینجا چی گپه؟ همین یک شهر میدادی برای که شما هم حساب کتاب بسیار خوبه. برادر عزیز همین بک صبوره بخشیدنش این بار اول نیست. یادتون باشد همون بهرام عنایتوف رئیس شهر کولاب بود. آره 100% گپ درسته یا وقتی این در اونجا ساختمان داشت بک صبور او دعوا کرد که اندازه نسپاریده است. اندازه با اجازه شما خارج شیم خداحافظی کنیم. بس هم 1000 بس که جو این چی هست این خوجا احراری ولی کی باشد این اندازه رو نمیسپارد بردندش زندانش کردند بهرام عنایتوف. این بار اول نیست برادر عزیز. این دویم این ارکه چی است؟ ارکه حکومت است با پرزیدنت خدا است و دویمی بخشیدن میگیرن هر روز بخشیدن میگیرن. اگر این بار اول میبود که مثلا گریم برای چی بخشیدن ما میگفتیم که خیر یگون شرح و توضیح داشته که شرح توضیح ندارد. اینها همین با بخشیدن ها پول ها یک دیگرشون میشویند. یعنی این یک نمودی پولشویی است برادر عزیز. از دولت میدزدی قرضدار میشی مثلا گریم یا اینکه نمیدزدی رسما دزدیدن همین که قرضدار میشی بعد یک زنگ میزنی میگوی که خیر اومد همش جمع کردم چو کردیم هشت میگود من یک چی میگم میبخشندت بعد بخشیدن پول تقسیم میکنند. یعنی این دوستهای منصبدار اینها راههای دزدیدن مالکیت دولتی را آموختند راههای از خود کردن مالکیت دولتی را آموختند. حالا در دوشنبه یک گستینیسته ساخته ایستاده است حسن اسدالله زاده تقریبا 10-15 سال باز او مهمانخانه میسازند ویروس یک 2 سال شد سوخت. حالا بنا نشده به استفاده داده نشده سوخت. برای چی میسوزد این؟ برای اون که قانون برآوردگی هستن مخصوصی همین میمانخانه که میمانخانه وقتی که مسئله از خارج مسئله ساختمان از خارج وارد میکند برای ساختمان این میمانخانه از باج و از خراج از باج گمرکی آزاد است. یعنی با نام این میمانخانه 15 سال 16 سال باز اینها بدون باج گمرکی بدون باج خراج به تاجیکستان مسئله ساختمانی وارد کرده شدند. به برکش به کجا به فلان میمانخانه به کجا به فلان میمانخانه هیچ نیکی بنیاد شود به استفاده داده شود مبادا به استفاده دادن نزدیک شود و میسوزند چون که به استفاده دادنش نیویگود است. فایده ندارد به استفاده دادنش که اینو به استفاده میدیم فلان میلیون پول صرف کرده که بعد فایده میکنه که مهمون میگوید. اگر شوکت میبخشی گفتا میبرم با همین 142 میلیون سومونی ها در همین شب و روز چند مکتب زمانوی ساخته میشود. میشود 1 میلیونی 142 تا در دهات. این مردم بیست یک بار خودتو همین بگم همین کانسرتی همیاره همین تئاتر همیاره خودتو یک بار بیست حلاوت بری 100 گفت که 600 تا چند مکتب گفت ساختیم در زمان استقلالیت دوران همین استقلال تاجیکستان روسی آدم نیست دوستم اگر خواهید من میمونم گپشه
660 چند تا یا که 800 چند چه که 1000 چند مکتبی گفت ساختیم. بله یادم نیست. ببین یک بیگ صبور 142 مکتب. حالا گفته شدن حالا چرا یعنی نهادها را کمیته لایحه کشی رو چی کرده است؟ کمیته معماری لایحه کشی رو وظیفه دار کرده است و دهه‌های 100 خواجگی داشته 200 خواجگی داشته مخصوص همین دهه‌ها لایحه تیار کنن که مکتب ساخته شود. برای این خیلی دهه‌ها که مثال گیریم 100 مثلا گیریم دو تاگی فرزند داشته که باشد 200 تا 300 تاگی فرزند مکتب خون داشته که باشد برای 300 320 برای یک بست مثلا گیریم مکتب ساختن 1 میلیون هم صرف نمی شود. انا همین خیلی مکتب های دهات مثلا که در یک 300 طلبه داشتگی مکتب یعنی در اونجا 2000 نفر آدم زندگی میکنند گفتنی گپ در اون دهه 2000 آدم زندگی میکنند گفتنی گپ اگر 300 طلبه داشتگی باشد. این مضمونی اون دارد که دوستی عزیز همین خیلی با دهه های 2000 خوجگی دار 2000 اهالی دار به دهه های میبخشید 2000 اهالی دار میشود که به همین 1 میلیون دلاری 142 تا اگرنه به 2 میلیون دلاری 71 تا مکتب پوشیدن ممکن بود. یک آدم صلات جنازه 142 میلیون دلار خورد. سر همین موضوع باید دمیره روش از من نظر میکنم 3 روش دمی بخشیش همیره در این برنامه ها یکان که درباره همین موضوع گپ نمیزنه. گویا که همین دزد میاد خونه هم دزدی میکنه نگاهش میکنی میرود میگوی خوش آمدی مالی ای شیر مادرت حلال همین ماری دزدیدگیت میگیره میرود نگاه نمیکنه. بله حق ما را حق فرزندای ما را دزدی میکنن حق معلمای ما را دزدی میکنن. معلمایی که شب و روز خواب نیستن با یک پولی کوچک برای مردم خدمت میکنن. یک بار گوش کنیم چی؟ همینجا چی میگوید؟ 2000 به ساحه معارف همگی 42 میلیون سامانی جدا شده باشد. این نشان دهنده در سال 2005 به 253 میلیون، سال 2010 به زیاده از 1 میلیارد، سال 2015 به 2.5 میلیارد، سال 2020 به 5.5 میلیارد و در سال 2024 به 8 میلیارد و 231 میلیون سامانی رسانیده شد که 5.7% مجموع محصولات داخلی و 18.9% خراجات عمومی بودجه دولتی را تشکیل می‌دهد. نگاه کنید همین حساب کردم یعنی از سال 2000 تا سال همین 2023 200 مراتب زیاد شده است. مسئله همین مبلغ گذاری به ساحه معارف 200 مراتب زیاد شده است از سال 2000 تا به همین روزه. اکنون اینها فایمهشون ببین در سال 2000 یک آموزگار 2 سومانی معاش میگرفت. من دیدم در سال 2000 یک آموزگار 2 سومان 3 سومان دکتر طبیب همینها 2 سومانی 3 سومانی معاش داشتند. اما نرخ بازار رو به نظر نمیگیرن نمیگن که ما معاش بالا شد. در همون وقتی که یک معلم 2 سومون 3 سومون یعنی چی میگرفت معاش میگرفت نیم کیلو گوشت نمیداد. گوشت 5-6 سومون معاش معلم 2 سومون 3 سومون نیم کیلو گوشت نمیداد. به همون کتیم این مقایسه کرده شده است 200 برابر زیاد شد گفته به انا همون 2 سومون نیم کیلو گوشت نمیدادگی حق معلم امروز مقایسه کرده شده مایلش. لیکن همین صفت سطح صفت تعلیم از سال 2000 خوب شده است یا بدتر شده است؟ بدتر.
اکنون شما گویید که سطح صفت تعلیم از سال 2000 تا به همین روز 200 مراتب زیاد شده است یا نه؟ کشاوکر جون همین جمله در یک چی لوا کنم. همین دانشجوها وقتی در دانشگاه داخل میشن در این حکومت، حالا همون سال دانشجویی خودمون یادم اومد وقتی در دانشگاه داخل شدیم روزی اونجا یا تقه لازم است گفتی همون برادرها یا اینکه مبلغ باید بدی و ما هم رفتیم دانشگاه روزی که یک تقه برده بودیم ما هم با خودمون و وقتی دانشگاه در رفتیم صحبت کردند و خب با رکتور بود با کسی بعد بیرون شدن و گفتن که محمد ظریف حکم دانشگاه تو یک دیپلم قرض داره. خلاص دیگه کو دانشجو بایی میداند که وقتی اگر مبلغ داد دیگه کاری او خلاص است، دیگه خواهد نخواهد این دانشگاه ایو در دیپلم قرض داره حتما اون دیپلم رو میگیره و باز در فکر او میشود که برود از یک جای دیگه با پول پیدا کنه که منصب بخره. در همین سالهای 2000 نمیدونم 12 بود 2013 بود اکنون یک 10-15 سال پیش فقط منصب رئیس ناحیه رئیس حکومت ناحیه تقریبا $50,000 بود برای 2 سال فقط خریده میشه. شما هیچ خیلی کم میتونه پیدا کنید نفری را که در حکومت ناحیه رئیس ناحیه یا در کمیته انداز یا در کمیته گمرک اون جای روغنی از 2 سال بیشتر رئیسی کرده باشن، چون اونجا نوبت زیاد است و این منصب میخرن باید زود اون پولا را ببرن با در مدت 2 سال باید تلاش کنن که چهره شون در نزد او بالاترا شیرین کنن. اون شیرین کردن با یعنی قاش و چشم بینی خوب نمیشه، اون باید مصرف کنن که این 2 ساله نگه بدارن وگرنه میتوند این 2 سال با 1 سال شود 1.5 سال شود. ولی خلاصه حد اکثر 2 سال است و خیلی کم نادر است که مثل همون خال مشرب اینا که 4 سال و چند سال رهبری کنن. یعنی این وقتی که $50,000 اکنون 10 سال پیش به دلار چند برابر مثل همین معاششون برید چند برابر دیگه خسته اون $50,000 وای منصب میخرد باز چند قید دیگه مصرف میکند باید اون صاحب اون منصب با او خاطر میخرد که باید صاحب چند خانه چند ماشین چند دچه و این چیزا شود و برای این بعد گفتی شما که شوکت جان که مردم هم مگرم بجوشن که تا این قرضا و این مصرفاشون بگردونن. بله سلامت باشه که شوکت جان، من دیگه شما رقم نمیتیم بس میرم. زنده باشید. تشکر. زنده باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. به شما سلامت باشید.